سوال دیگر: بابای حاجی مردی که زنش رو در نزد خانواده خودش میزند و زنش رو سگ گفته صدا میزند، این مرد در نزد خدا چه حکم دارد؟ یعنی شاید کدام خواهری باشد که پرسیده ایستاده است که وقتی در نزد خانواده در پیش نظر پدر یا مادر وقتی زنه شما دست میبردانین و مقصد میزنین یا سگ گفته حقارتش میکنین. برادرای عزیز و گرامی، من که در این بابها خیلی زیاد صحبت کردم، شاید دیگر صحبت نکنم. من سوال جواب پیشتر ده برای احترام شوهر گفته گذاشته بودم، لیکن برای احترام زنم قبلا گفتگی هستم. ولی بار دیگر میگویم که زنم حق دارد، شوهرم حق دارد. یعنی حق نداریم که پیامبر گو ولا تو قبیح، شما زنها را سخن قبیح نگویید. ایرا پیامبر میگد. برادرای عزیز، پیامبر میگد که شما زنها را مثل که سگ گفتن یا حقارت کردن نکنید گفتن و همچنان اونها را نزنین گفتن. برادر عزیز، اگر اندکک همین طبیعیت تعامل کو، این سخن پیغمبر است که ما اصلا مردم مسلمان یگانه جایی که دلالت میکنیم آیت قرآن و حدیث پیامبر. برای همین شما حق ندارین که زنها را زدن یا زنها را حقارت کردن. حق ندارین. اگر مبادای کردین باید که شما از زنها عذرخواهی کنین، بگین من یگان سری قهرم بود یا مقصد یگان سری غضبم بود، زنک مرا ببخش. ولی مرا در اینجا سوال آمد است که میگد زنک حق دارد که مردک ببخشه. البته حق دارد. شریعت همین است که وقتی که اگر مرد در حالت مرگ باشد، در حالت جان سپاری باشد، باید که از زن عذرخواهی کنه. بین بگه زنک ما با تو یک چند سال عمر داشتیم، شاید من در همین بینها کرده های زیاد دارم، حقارتت کردم، زدم، تهمتت کردم یا چی چیزهایی به سرت آوردم، مرا ببخش. اگر همین زنک ببخشد، روز قیامت همون حدیثی را که من گفتم پیامبر گفت از پشت زنهایی که حقشون در دنیا پایمال شد من شکایت پیش خدا میبرم، ای همین شکایت خلاص میشه. و ایلا اگر این عذرخواهی را نکنی و با همین گردن غوصید اگر دنیا را بگذاری برای روز قیامت، پیامبر گفت از پشتت شکایت میکنم که الله جزات بده که تو دنیا در این خانومی را که باید تهمت نمیکردی، اذیت نمیدادی، به نفقش نمیگذاشتی، تحقیرش نمیکردی، آبی چشمش نمیریزاندی، اینها را جزاش باید ببینی. ولی من درباره احترام شوهر وقتی میگم، ولی چند آدم در کامنتاریام نویساندن، گفتن حاجی بابا همونجا یک قید که همون شوهر مورد احترام باشه که همون قدر خودش بشناسه. یعنی وقتی که اگر
ما یگان اولادم نمانه، اجدادم نمانه. حتی میدانی که میگن که به خدا قسم میگد نام آتش هم میگیره، آتم میگه فلانت کند، اکم فلانت کند. میگه در همین خیل حالت ما را چه خیل احترام کنم. برادرای عزیز، منم طرفدار همون سخن همی زنهایم. احترام شوهر وقتی لازم در کاره که باید هم احترام داشته باشی. این خیلی نه که وای باید مرده تو را احترام کنه و تو باید او را حقارت کنی، تو را باید تحقیر کنی، تو را باید بزنی و تو را احترام کند. این خیلیش نیست. احترام ای دو طرفه. برای همین برادرای عزیز و گرامی، اون قدر حیاتی درازی نداریم که بگیم خیلی 50 سالشه به همین خرخشه میگذرونیم، با 50-100 سال دیگه شه بعد یکان فکر میکنیم. برای همین برادرای عزیز و گرامی، احترامی زنها تان به جا بیارین، به قدر زنها تان برسین. هر خدمتی که زنها در حق تان میکنن رحمت شون بگین، منتداری کنین. انشاءالله بعد اینجا دا گوییم رازگی الله می شود. اینجا دا برادر عزیز دعوای دینداری و اسلامداری مونم انشاءالله جای خچه می آورد.